با این آلودگی هوا چه کار میخوایی بکنی؟ حداقل این ویدیو رو گوش بده. ما که مردم کاری از دست ما برنمیاد، حداقل بتونیم کمتر کنیم عوارضش رو. یک، در این آلودگی هوا میزان اکسیدان میره بالا، بیش از حد میره بالا و این خطرناکه. یک کاری کنی یا دفع بشه یا خنثی بشه. دفعش با آب زیاده، یعنی 12 لیوان آب در روز بخور. هر آبی مهم نیست، اگر این غلیظ بشه آسیب میزنه، ولی اگر حتی اکسیدان بره بالا ولی در آب رقیق بشه خطرناک نیست. دو، میوه‌جات و سبزیجات مهم نیست حالا چه میوه‌ای، ولی هر چه میوه ترش‌تر باشه. الان فصل اناره، فلفل دلمه‌ای، پرتقال، نارنگی، خب و به خصوص سبزیجات شاهی، تره، اینا آنتی اکسیدان بالا دارن، اینها رو خنثی میکنن و با اون آب از بدن دفع میشن. نکته بعدی، کاری نکن اکسیدان بره بالا. دیگه غذاهای سرخ کرده، فست فودی، خب غذایی که نگه دارنده دارن، اینها رو وارد بدنت نکن. روغن سرخ کرده خودش کلی اکسیدان داره، حالا اینم با اون اضافه میشه. یکی دیگه چند لایه ماسک استفاده کن، چند لایه ماسک استفاده کن، حتی دستمال کاغذی بذار تا جایی که میتونی. سعی کن حرکات زیاد نداشته باشی، نفس عمیق نکشی. خونتون درزگیر بذارید، خونتون درزگیر بذارید. توی خونه میتونید دستگاه بخور بذارید، اون بخار آلودگی رو جذب میکنه. از همه مهمتر، مهمترین کاری که میتونید بکنید که این اکسیدان ها به بدن شما کمتر آسیب بزنه، خانوم ها کرم استفاده نکن. این کرم ها آلاینده ها رو جذب میکنه، به خصوص تو صورت شما. اینا جذب میشن، وارد خون شما میشن، وارد مغز میشن، وارد تیروئید میشن. چه کار کنیم؟ تا جایی که میتونید کرم استفاده نکن تو این روزها، و شب که میری خونه خواهش اکید دارم صورتت رو با آب گرم حتما شستشو بده، به خصوص چشم ها رو. آسیب شدید چشمی ما خواهیم دید. یکی دیگه، این آلاینده رفته توی بینی ما، حلق ما، گلوی ما. اینها رو شب که میری با آب گرم تمیز کن، نذار خلطی ته حلقت بمونه، به خصوص شب که میخوای بخوابی. صبح که از خواب بلند میشی. ولی خود من احساس میکنم مثلا خوردن چای کمرنگ خیلی خوبه، دمنوش هایی که آنتی اکسیدان دارن و برای این روز. هویج آنتی اکسیدان بسیار قوی داره، انار، آب پرتقال، اینها، فلفل دلمه‌ای، اینا بسیار کمکت میکنن. تو این مدت به هیچ عنوان نوشابه، قند مصرف نکنید، التهاب ایجاد میکنه. خیلی دوستتون دارم و خیلی ناراحتم، هیچ کاری از دست ما مردم بر نمیاد. دوست داشتم مسئولین یه کاری میکردن، دلشون برای ما میسوخت. واقعا خودم دارم خفه میشم، واقعا میگم. دوستتون دارم، خدا نگهدار.